بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو تا مثال دیگه میخوام حل کنم از لنگرسد. مثالاش کلاسیک نیست، یعنی معمولا تو کتابا مثالای طولانی تر و اصولی تر رو حل میکنن. اینا مثالایی که تکنیکیه، کوتاه‌تره و بیشتر دنبال اینو ببینید شما مفاهیم رو خوب یاد گرفتی بتونی ازش استفاده کنی یا نه. یکی مثال اولی اینه. یه در واقع تیر داریم و یه ستونک به طول L دوم، یه بار پی اینجا وارد میشه. تغییر مکان افقی نقطه C رو میخواد و تغییر مکان قائم نقطه A. خب دیاگرام لنگر رو شده دیاگرام هم اول بکشم. دیاگرام لنگر ببینید اینجا از صفر شروع میشه تا اینجا به چی میرسه؟ پی ضرب در L دوم. تار منفی یا تار پایین رو هم انتخاب کنم. من این رو به عنوان تار پایین انتخاب میکنم. تیر که تار پایینش معلومه. با این حساب لنگر از صفر باید شروع بشه، بیاد برسه به چی؟ به پی ال دوم. اینجا که شد پی ال دوم، تو قسمت تیر لنگر چجوری میشه؟ تیر رو میتونی اینجوری هم بکشی. نگاه کنید، تیر رو من جدا بکشم، تیر رو اینجوری بکشید دوتا مفصل برشی. من از اینجا که قطعش میکنم از بالا پی داشتم که پی ال دوم اینجا ایجاد میکنم. عکس العمل این پی ال دوم میاد اینجا وارد میشه. عکس العملش خلاف جهت پی ال دوم. این پی ال دوم خب توی این تیر لنگر چه شکلی میشه؟ خالص میشه پی ال دوم. بخاطر این سیگما اف وای بمیسه که عکس العمل قائم این صفره و سیگما ام مساوی صفر اینجا بمیسه این هم میشه پی ال دوم. پی ال دوم پی ال دوم پس ثابت پی ال دوم توی تیر پایین ثابت به مقدار پی ال دوم. خب پی ال دوم علامت قراردادی، یعنی الان تو تیر که میدونیم این لنگر منفیه، تو تیر که معلومه این لنگر منفیه. توی ستون چون این طرف تار پایین گرفتم، این تار بالا رو داره فشار میده، این لنگر مثبت. خب حالا میخوایم تغییر مکان آ و سی رو به دست بیاریم. بذارید من تغییر شکل رو بکشم. اول تغییر شکل رو بکشم. این بار پی داره اینجا وارد میشه. تغییر شکل رو چجوری میکشم؟ خب بار پی که اینجا وارد میشه، این در این تیر رو میخواد بکشه این ور، درش رو میکشه این ور. عملا اینجا یه چرخش از پا ایجاد میکنن. بعد چون بار پی داره وارد میشه، خود بار پی باعث خمش هم میشه دیگه، اینجوری خم هم میشه. یعنی در واقع دو تا تیکه من دارم. یه تیکه ناشی از چرخش این پایینه. چرا پایین میچرخه؟ میخواین تو شکل اینجا نگاه کنیم. تو تیر اینجا ما یه لنگر پی ال دوم داریم. این لنگر پی ال دوم داره میزنه زیر این، میزنه زیر این تیر، یعنی این تیر رو اینجاشو میاره بالا، میزنه زیر تیر و اینجا یه دوران بهش میده. لنگر داره وارد میشه و این لنگره اینو میچرخونه. پس این تیره که میچرخه، یا اینجا دوباره برگردم، راستی تیر میچرخه از اینجا میچرخه میاد بالا، آخر سر باید چی بشه؟ دوباره صفر بشه. بخاطر اینکه اینجا این مفصل برشیه، فقط در راستای قائم حرکت کنه، نمیچرخه. چون این ثابت میمونه، شیب باید صفر بشه در نقطه آخر. خب برگردیم پایین، دوباره بکشم. پس من یه دوران دارم. پاک کنم اینم پاک. یه دوران دارم از پایین تیر، اینجا پایین تیر که لنگر بهش وارد میشه. دوران، یه دوران میاد میرسه به چی؟
به شیب 0. نهایتا شیبش میشه. اگه دقت کنید لنگر منفیه، چون لنگر منفی در کل مسیر تقعر به سمت پایینه. من تقعر رو کلا به سمت پایین کشیدم. نتیجه یه مقداری میچرخه. مقدار چرخیدنی که کشیدم خیلی زیاده. بزنید یه ذره کوچیک‌تر بکشم. تغییر شکل کوچیک خانم درست ما بزرگش کنیم. اینقدر بزرگ دیگه خب کمی بهتر شد. البته خب این مقدار ظرافت کشیدنش سخته، به خصوص با قلم نوری. خب اینجا در طول خم شده دیگه. هر زاویه تتایی که اینجا بچرخه همون زاویه تتا باید ستون هم بچرخه در اینجا. به عبارت دیگه تیر و ستون باید بر هم عمود باقی بمونن. درسته؟ این تیر و ستون به هم دیگه یه اتصال صلب دارن دیگه. یعنی اینکه زاویه بینشون که 90 بوده الان 90 باید باقی بمونه. پس همون تتایی که این چرخیده اینم باید توی این نقطه همونقدر بچرخه. بعد این خط رو صاف نباید ادامه بدم، یعنی یه خط راست نباید ادامه بدم. بگم اینجا چون بار پی داره وارد میشه یه خمش هم ایجاد میکنه توی این ستون. پس این ستون صاف نه، اینجوری باید خمش کنم. یعنی اگه موماس رو میخواستم بکشم، خط موماس این خط موماس بود، ولی این تو خط موماس نمیره. چرا؟ چون بار پی داره اونجا خمش ایجاد میکنه. خب دو تا چیز رو میخواد. یکی دلتای آ رو میخواد، دوم دلتای سی رو میخواد. خب اول دلتای آ رو بخوایم به دست بیاریم چی میشه دلتای آ تو روش لنگرسر؟ میشه خب میشه دلتای بی نسبت به آ. میخواید موماسش رو بکشم، موماس بر آ رو بکشید. یه نقطه شیفت صفر داره معمولا از اون کمک میگیره. خب الان در واقع مقدار انحراف B از موماس بر آ، انحراف B از موماس بر آ رو با رنگ سبز نشون بدم. انحراف B از موماس بر آ این میشه. این دلتای B نسبت به آ. این دلتای B نسبت به آ همون دلتای آست. پس می نویسم دلتای آ مساوی هست با از نظر مقدار همون دلتای B نسبت به آ. علامت کاری نداشته باشه. خب دلتای بی نسبت به آ یعنی باید لنگر سطح رو نسبت به بی بگیرم. میشه چی؟ مقدار لنگر هست پی ال بخش بر 2 آی ام بخش بر دی آی پی ال بخش بر 2 آی ضرب در ال بود. گفته این پایینی ال، این بالایی ال دوم، ضرب در ال. این شد مساحتش. مرکز سطحش وسطش میشه، ضرب در تا ب میشه ال دوم، فاصله ضرب در ال دوم میشه PL3 بخش بر 4 EI. PL3 بخش بر 4 EI. به همین راحتی به دست اومد دلتای آ. دلتای آ راحت. حالا بریم سراغ دلتای B. دلتای B، دلتای C ببخشید. دلتای C تعیین میکنه نقطه C. نگاه کنید دو تا تیکه داره. یه تیکش ناشی از دوران تتاست، یعنی تتا که دوران میکنه، چون این تیر دوران میکنه ستون هم همراهش دوران میکنه. ناشی از دوران تتا یه مقداری میاد جلو، این همون ال تتاست.
یه مقدار دیگه در اثر خمشه. در اثر خمش در واقع دلتای سی نسبت به بیه. یه التتا میاد جلو. یه مقدار دیگه چی؟ به اضافه دلتای سی نسبت به بی، یعنی انحراف نقطه سی از مماس بر بی. مماس بر بی همین قرمزه. جمع این دوتا میشه چی؟ میشه مقدار کل دلتای سی. خب اول بیام التتا رو بنویسیم. پس دلتای تو شکلم داشته باشم اینجا باید بنویسم. دلتای سی مساوی میشه با ال تتا. این تتا در واقع تتای بی هست. ال تتای بی به اضافه اگه شکل رو درست بکشید نیازی ندارید به این فکر کنید که مثلا دلتای سی نسبت به بی مثبت منفی. این معلومه دیگه، یه دوران داره اونم باش خمشه جمع میشه دیگه، به علامت ها کار میتونید نداشته باشید. خب ال تتای آ، ال چقدره؟ ال هست ال دوم، ال نیست و ال دوم. ال دوم تتای بی هست، اینجا هم ال دوم در واقع میشه ال دوم پی ال 3 بخش بر 4 ای آی به اضافه دلتای سی نسبت به بی. دلتای سی نسبت به بی باید لنگر سطح مثلث رو نسبت به سی بگیرم. مساحتش میشه 1/2 ارتفاع پی ال بخش بر 2 ای آی قاعده ال دوم. نمونه چی؟ بازوش میشه 2/3 از نسبت به سی باید بگیرم دیگه، میشه 2/3 ال دوم. 2/3 ال دوم مساویه با اولی میشه 1/8، دومی هم میشه 3 تا 4 تا 12 تا 12 و 8 24 مخرج مشترک 24. 3 24 به اضافه 2 24 3 4 تا 12 تا اشتباه نشه 12. دومی میشه 2، اولی هم 3 8 تا 24 تا میشه. خب جوابی که من دارم یکم متفاوته. ببینم چیزی اشتباه کردم. تتای بی دوران تتای بی رو من اصلا به دست نیاوردم. حالا اینجا اومدم نوشتم ال ضرب در تتای بی رو به دست نیاوردم. چیزی که جاگذاری کردم از بالا دارن دلتای آ رو جاگذاری کردم، حواسم نبود. تتای بی رو باید به دست می آوردم. بذارید تتای بی رو به دست بیارم تا اینجا پاک کنیم. تتای بی خیلی راحت به دست میاد. چرا؟ چون تتای بی نسبت به آ صفره، همون تتای بی میشه. پس تتای بی مساوی هست با همون تتای بی نسبت به آ، چون تتای آ صفره. پس من تتای بی نسبت به آ بخوام بگیرم باید مساحت آتابی رو حساب کنم. مساحت آتابی میشه پی ال بخش بر 2 ای آی ضرب در ال شد چی؟ پی ال 2 بخش بر 2 ای آی. پی ال 2 بخش بر 2 ای آی تتای بیه. الان بذاریم پی ال 2 بخش بر 2 ای آی ببینیم جواب درست میشه. پی ال 2 بخش بر 2 ای آی میشه ال دوم، این میشه 1/4، این میشه 1/12. جوابی که دارم
یه کوچیک فرق باید نگاه کنم ببینم فرقش چیه. آها اوکی. این 3 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه 8 تا 24 تا. این آخری یکه. این 4 4 6 تا 24 تا 6 میشه 7 24. در واقع جواب میشه مساویه با 7 24 پی ال3 بخش بر ای آی. گفته بودم قبلا من میدونم دلتا پی بار متمرکز دارم از جنس پی ال3 بخش بر ای آی. فقط ضریبش رو حساب میکنم. این الان جوابیه که جواب نهاییه که من دارم. خب یه بار با هم مرور کنیم چه اتفاقی افتاد. دو تا جوابم خط بکشم. یه جوابم اینه دلتا آ و یه جوابم اینه دلتای سی. دلتای آ رو خیلی سریع به دست آوردم. گفتم دلتای بی نسبت به آ است. دلتای بی نسبت به آ. خب اومدم لنگر سطح این پایینی رو نسبت به بی گرفتم. دلتای ای رو که می‌خواستم به دست بیارم گفتم یه ال تتاست. نیاز داشتم این تتا رو به دست بیارم. این تتا رو از تتای بی نسبت به آ پیدا کردم. شد پی ال 2 بر 2 یاد. و شد ال دوم تتا به اضافه دلتای سی نسبت به بی که با لنگر سطح این مثلث رو نسبت به سی گرفتم. این شد کل تغییر شکل نقطه سی. اینو یه جور دیگه هم میشه حل کرد. بعضی وقتا توی کتابام اینا رو حتی کتابای مرجع یعنی تکست بوک هم حتی این شکلی تغییر شکل رو حساب میکنن. میان مثلا میگن که اگه شما میخوای تغییر شکل یه نقطه‌ای رو پیدا کنی میتونی فرض کنی اول این ستون صلب تیر فقط تغییر شکل میده. تغییر مکان سی رو بر اثر این به دست بیاری. بعد دفعه دیگه فرض کنی که تیر صلبه فقط ستون تغییر شکل میده. تغییر مکان رو به دست بیاری دوتاشو با هم جمع کنی. من اینو تو شکل پایین نشون میدم. نگاه کنید. گفتم تغییر شکل کل مساوی میشه با تغییر شکلی که در اثر اینکه فقط تیر تغییر شکل بده به اضافه فقط ستون تغییر شکل بده. اینو که انقدر پررنگ کردم منظورم اینه که تیر رو صلب گرفتیم اینجا پایین. تو بالای ستون رو صلب گرفتیم. اگه ستون رو صلب بگیریم تغییر شکل میشه چی؟ ستون صلب تغییر شکل میده. یعنی این در واقع من باید یه مستطیل مثل این بکشم. اینو بیارم اینجا. بعد بگم این صلب تغییر شکل میده. یعنی میچرخه. اینجوری. ستون صلب تغییر شکل میده. بعد اینجا تغییر شکل تیر میگم صلب تغییر شکل میده منظورم صلب میچرخه. تغییر شکل نداره خودش. اینم میاد در واقع یه به اندازه همون تتایی که این چرخیده اینجا بکنم این رو باید کوچیک‌تر بکشم تتاش رو. خب به همون اندازه تتایی که این چرخ این تتا اینم که یه بار دیگه فرض کنم تیر صلبه. اگه تیر صلب باشه به این تیر صلب باشه میتونه اصلا بالا بیاد. اینجا باید شیب صفر باشه. شیب انتها باید صفر باشه. اینجا شما میتونی اصلا شیب صفر یعنی این صلب دیگه صاف باید بمونه. واسه اصلا نمیتونه بالا بره. بخاطر اینکه شیبش باید اینجا صفر بمونه. شیبش که صفر بمونه بعد چون صلب خم نمیشه. اینجوری صاف بمونه. خب اینکه نمیشه اصلا اینجا باید آخرش پایین بمونه. پس عملا اگه تیر صلب باشه انگار پای ستون رو چیکار کردیم؟ گیردار کردیم. انگار این پای ستون وصل شده به یه تیری که نمیچرخه. انقدر صلبه که نمیچرخه. انگار پاش گیرداره. اگه پاش گیردار باشه عملا تغییر شکلش فقط تغییر شکل ناشی از همشه. پی برگردید شکل بالا رو نگاه کنید هر دوتاشو ببینید. تو شکل بالا شما یک ال دوم تتا میبینید. این در واقع همون ناشی از
چرخش تیره که تو شکل اول هست. بعد یه دونه دلتا سی نسبت به بی میبینی که این در واقع چیه؟ بعد از اینکه در واقع دوران کرده داره همه ستون رو نشون میده. الان این همیشه ستون هست. در واقع این تیکه با اول یکه، این تیکه دوم دلتا سی نسبت به بی این شکل دوه. تغییر شکل میشه جمع این دو تا تغییر شکل. نه تنها تغییر شکل دلتا سی از جمع دو تا دلتا سی به دست میاد، هر نقطه دیگه ای هم بخواد از جمع به دست میاد. حالا هر نقطه دیگه ای هم فرض کنید اونو از جمع این دو تا به دست میاد. حالا مثلا فرض کنید تتای بی، تتای این به اضافه تتای اینجا که صفره، مثلا بنابراین همون تتای این. حالا هر نقطه دیگه هم همین. در واقع میام میگن که شما اگه میخواید تغییر شکل ناشی از یه سازه رو حساب کنی، میتونی بگید تغییر شکل هر سازه مساوی جمع تغییر شکل هر قسمتشه. ما اینو توی بحث فیزیک گاهی به عنوان فنرهای سری هم میگفتیم. یعنی میگفتیم که مثلا اگر شما چند تا فنر داشته باشید سری باشه، این فنر 1، این فنر 2، این فنر 3، بعد میخواید تغییر شکل نوک اینو پیدا کنید، میتونی بگید پی تغییر شکل این میشه تغییر مکان اولی به اضافه تغییر مکان دومی به اضافه تغییر مکان سوم. یعنی این دو تا اگه صلح بودن این خودش تنهایی دلتا 1 میومد، دو تای دیگه صلح بودن این تنهایی دلتا 2 میومد، اینم تنهایی دلتا 3. جمعش اگه حالا همشون فنر باشن جمعش میشه چی؟ میشه دلتایی که درصد 3 تا فنر هست. یعنی شما میتونی چند تا عضو سازه‌ای رو بیای هم مثلا چند تاشون رو صلح فرض کنی، بر اساس مابقی تغییر مکان به دست بیاری، بعد همینطوری یه عده دیگه یه عده دیگه تا اینکه کل اعضا رو در واقع لحاظ کرده باشی. خیلی هم محدودیت ندارید. مثلا فرض کن شما میتونی مثلا 3 تا تیر رو با هم دیگه صلح فرض کنی، مثلا 3 تا ستون. حالا دارم مثال میزنم بذار کامل بگم. منظورم اینه که مثلا فرض کنید شما دارید تغییر شکل این سازه رو حساب می‌کنید. و اینا 4 تا ستون داره، 3 تا تیر. میتونی اگه تغییر مکان جانبی اینو می‌خوای حساب کنی، دلتا رو در اثر بار جانبی، یه بار بیای این تیرا 3 تا تیر رو صلح کنی، تغییر شکل ناشی از ستونا رو پیدا کنی. یه بار دیگه بیای ستونا رو صلح کنی، تیرا رو انعطاف پذیر بده، تغییر شکل ناشی از تیرها رو پیدا کنی. مثالی که زدم بکنم باید یه اصلاحی روش انجام بدم. تکیه‌گاه‌های پایینش مقطع این تکیه‌گاهاش رو اصلاح کنم. چون در غیر این صورت اگر شما ستونا رو صلح کنی ستون نمیتونه بچرخه چون پاش گیر داره. مقطعش کنیم مقطع. یعنی یه بار تغییر شکل ناشی از اینو میتونی بکشی. حالا این مثلا به این صلبه باید دلتا آخرش صفر بشه. و همین من اینجا شیبش رو ببخشید تتا صفر میشه. این یه دلتا یک نواخت داره. یه بار دیگه بگی چی؟ بگی ستونا صلبن. اگه ستونا رو صلب کنیم تیر انعطاف پذیره. حالا اینا رو در واقع صلب در نظر میگیریم. حالا از اینجا مفصلش میکنیم. تغییر شکل میشه. خب اینا میچرخن، اینا چون صلبن فقط میچرخن. یه دوران رو بهتر بکشم. و اینا به تیره که انعطاف پذیری نشون میده. یعنی
اینجا چون سرش چرخیده، ببینید من سر تیر باید بچرخونم، چون تیر با ستون باید زاویه‌اش قائم باشه. بعد وقتی بچه‌ها می‌پرسن تغییر شکلی رو چجوری می‌کشین؟ تغییر شکلی رو با همین اصول ساده می‌کشن. این دوران داره، خب صلب دوران داره، بعد این باید عمود بر تیر باقی بمونه دیگه. این بخواد عمود بر تیر باقی بمونه، سرش پایین بدی، سرش بالا میاد. اینجا باید انحنای مضاعف داشته باشم. اینم اینجوری بیاد وصل بشه به این، اینم وصل بشه به این. خب میتونم بگم تغییر شکل اون سازهه برابر تغییر شکل ناشی از ستون‌ها به اضافه تیرها. این دست من بازه که چه اعضایی رو صلب بگیرم، مابرهی رو انعطاف پذیر بگم، دفعه بعدی یه دسته دیگه ای رو، یعنی مثلا اگه 12 شدم میتونم 3 تا رو دفعه اول انعطاف پذیر بگیرم، بقیه رو تو مثلا 12 تا 3 تا، مثلا دفعه بعدی 7 تا رو بگیرم، دفعه بعدی 2 تا رو بگیرم. دست من بازه، به شرط اینکه همه اعضا رو آخر سر حساب کرده باشم، هیچ وقت تکرار نشده باشه. در واقع این همون رابطه فنرای سری هستش که دارم حساب میکنم. خب برگردیم این شکلی نگاش کنیم. حالا اگه این شکلی نگاش کنید، یعنی بگید تغییر شکل مثلا C میشه جمع این تغییر شکل به اضافه این تغییر شکل، اینجا دو جور میتونیم حلش کنیم. هم میتونیم بیایم از روش حفظی حلش کنیم، هم میتونیم از روش لنگرسد حلش کنیم. روش لنگرسد چون بالا حل کردم، این تتا رو باید به دست بیاریم و بعد این دوم تتا حساب کنیم بریم. اینجا از روش حفظی حل میکنم. روش حفظی میام میگم که خب این در واقع یه تیری شده که داره بهش یه لنگر پیل دوم وارد میشه. اگه پیل دوم وارد بشه، این پیل دوم میزنه زیر این لنگر، میبره بالا، زاویه تتاش سمت بالا میشه. اینم زاویه تتاش. چی بشم آخر باید صفر بشه. چی بشم آخر صفر. خب اینو نگاه کنید، این با این فرق میکنه. تیر یک سرگیرداری در نظر بگیرید که انتهاش پیل دوم وارد شد. تو با هم فرقی نمیکنه. بالاشی یعنی شما نیروهای داخلیشو ببین، یه دوم ثابت میره تا آخر، همون نیروهای داخلی. بنابراین مقدار تغییر مکانی که این پایین میاد و تغییر مکانی که اون سمت بالا میره یکیه. خب اینو اگر لنگر M داشته باشیم روی این تتا میشه چی؟ میشه ML بخش بر DI. تتا میشه ML بخش بر DI. میشه PL2 بخش بر 2I. نگاه کنیم تتا رو. ببینید این که دیگه تتا نداره، پس کل تتا همین جمع این دوتا میشه همین اول PL2 بخش بر 2I. پس ML بخش بر DI حفظی به دست آورد. خب این چی میشه؟ خب اینم شبیه ستون گیردار شد دیگه، یه ستونیه که پاش گیرداره. چیدنش هم اینجوری میشه. اینم که مقدار دلتاش میشه PL3 بخش بر 3I. پس اگه دلتا رو بخوایم، دلتای C رو بخوایم، اینجا دلتای C میشه چی؟ PL3 بخش بر 3I. PL3 بخش بر، فقط Lش L نیستش، L دوم میشه P L دوم به نمای 3 بخش بر 3I. این از شکل 1، این از شکل 2. راستی از شکل 1 دلتای C چی میشه؟ از شکل 1 دلتای C تتا ضرب در L دومه دیگه، دوران میشه L دوم ضرب در تتا. L دوم در این ضرب کنید، L دوم ضرب در PL2 بخش بر 2I. حالا میتونیم بگیم که دلتای کل جمع 1 به اضافه 2، 1 به اضافه 2. پس دلتای C میشه مساویه با این، میشه PL3 بخش بر 4EI
عبارت آشناست نه؟ بالا هم همینا رو داشتیم. PL 3 بر 4 EI پایینی میشه PL 3 بر 24. این 8 ضرب در 3 میشه 24 EI که جمعش نگاه کنید این PL 3 بر 4 EI، این هم PL 3 بر 24 EI که جمعش میشه همون 7/24 PL 3. حالا درستش رو بگم، اصلا این مسئله که من حل کردم درستش که تا حالا درست گفتم همه چی رو. منظور که راستش رو بگم، این مسئله که من حل کردم مسئله این شکلی بود، یعنی این ستون رو صلح داده بود، این تی رو فقط انعطاف پذیر داده بود، یعنی فقط این تیکه مسئله رو باید حل می‌کردیم. من اومدم این تیکه رو ستونم صلح ندادم که بتونیم مسئله رو کامل‌تر حل کنیم، بعد بحث کنیم در مورد اینکه تی رو ستون اگه مثلا سلبیتشون رو هر کدوم جدا لحاظ کنیم چه شکلی میشه. اینجا هم وقتی که صلح باشه خب روی رابطه شیب افت مجبوریم التتا به دلتا سی نسبت به بی بنویسیم که کامل‌تر. خب یه مثال دیگه توی این قاب میخواد دلتای آ، دلتای بی و تتای سی رو به دست بیاره. مثلا این مسئله یا مسئله بالایی به روش بار واحد خیلی راحت حل میشه و بعدا بار واحد میگیم. این روش بار واحد خیلی راحت حل میشه. ولی وقتی شما مثلا چند تا نقطه رو بخواید، یعنی مثلا فرض کنید که دلتای سی رو بخواید، تتای بی رو هم بخواید، دلتای آ رو هم بخواید، سه تا چیز ازش بخواید و دلتای نقطه وسط هم فرضاً بخواید. این دیگه روش بار واحد اذیت میکنه، چون شما باید 4 بار حل کنید مثلا. حالا بعدا می‌بینیم اینا توی این مسائلی که چند تا نقطه رو بخواد، ما از روش لنگر سطح و روش تیر مزدوج خیلی راحت‌تر می‌تونیم به دست بیاریم. هم تغییر مکان افق این رو خواسته، هم تتای بی رو خواسته، هم تتای بی رو خواسته. من هم گام اول دیاگرام لنگر رو رسم کنم. خب اگه این 1 باشه، سیگما اف ایکس مساوی 0، این میشه 1. یه لنگر حول این نقطه بگیرید، حول نقطه سی. 1 ضرب در 3 اینوری داره میچرخونه، این ور باید 3/4 ضرب در 4 بشه. خلاف هم بچرخونه. اون داشت ساعت گرد میچرخون، این پاس ساعت گرد. 3/4 میتونم 75 صدم هم بنویسم. 75 صدم طول. سیگما اف وای این میشه چی؟ 75. دیاگرام لنگر رو رسم کنید. نقطه‌های کلیدیش خب معلومه. دو سرش که صفر، فقط این نقطه وسط کلیدی، این وسط دیگه هیچ باری وارد نشد. اگه اینجا یه باری وارد میشد، اونجا هم باید زیر بار هم باید پیدا میکردم لنگر. خب فقط نقطه بی مهمه. پس 1 ضرب در 3 میشه 3 تن متر. از اون ورم نگاه کنید 75 صدم ضرب در 4 همون 3 تن متر. اگه تار پایین رو اینوری بگیرم، لنگر برای ستون منفی هست، برای تیر هم که منفی بود. خب پس دیاگرام لنگرش اینجوری میشه از 0 وصل کنید به 3 و اون طرف هم 0 وصل کنید به منفی. لنگر رو ببینید تار پایین رو داره فشار. پس این 3 بخش بر این شد دیاگرام لنگر. حالا بریم سراغ محاسبه تتای آ که رو خواسته، تتای بی و تتای سی، این دو نقطه چرخش رو خواسته و تغییر مکان افقی نقطه آ. بذارید من تغییر شکل رو بکشم. تغییر شکل این شکلی میکشمش. این که هولش میره، این به سمت جلو میره. خب این که میاد جلو، تغییر شکل محوری تیر رو ما صرف نظر میکنیم. یادتون باشه در حالا شما سر کلاس بچه‌ها یادشون هست من ایزی مینویسم، یادم باشه در تغییر شکل محوری صحبت ای آ.
بحث دیگاه. اگر از تغییر شکل‌های محوری صرف نظر کنید، اسم این فصل از تغییر شکل‌های خمشی، یعنی ما در واقع مسئله‌مون مسئله‌های تیر و قاب هست. تغییر شکل‌های ناشی از خمشه که اصل تغییر شکل هست. تغییر شکل‌های ناشی از نیروی محوری خیلی کوچیکه، 100 برابر چند صد برابر کوچیک‌تر صرف نظر می‌کنیم. پس اگه فرض اینجا 2 سانت بیاد جلو، سر اینم 2 سانت میره جلو. 2 سانت بره جلو، خب این ستون میخواد سرش بیاد جلو، این سرش میخواد بیاد جلو. دیاگرام لنگر رو نگاه کنید، لنگر منفیه، یعنی اینکه تقعرش به سمت داخل، به سمت تار منفیه. من باید با تقعر به سمت داخل بکشم، اینجوری تقعر به سمت داخل بکشم، شیبش کم 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 میشه، به صفر نمیرسه. من شاید بد کشیدم، به صفر رسوندم. چون آخه گیردار که نیست آخرش، که مثلا مگه تهش گیرداره، مثلا مفصل برشی داره که صفر بشه. یه مقداری اصلاحش کنم که یه مقدار شیب داشته باشه آخرش. این شیب داره آخرش، تقعرش هم به این سمت. خب ستون باید با تیر عمود باشه چون اتصال گیر داره، پس این به این مقدار میاد این و خب اینم چون چرخیده به سمت بالا باید بیاد به صفر برسه. اینجا تقریبا مکان صفر دیگه، یه مقدار چرخیده به سمت بالا میاد به صفر میرسه. شکل یه مقداری بعد کشیدم از این جهت که دلتایی که افقی اینجاست با دلتای افقی غلطک یکیه، یعنی همونقدر غلطک جلو میره که این سر دیگه جلو میره. اینجا من زیاد کشیدم جلو، اینجا هم همونقدر بکشم مثلا. خب این حالا بس میکنیم به نگاه کنید تقعرش هم به سمت پایینه، باید هم باشه به خاطر اینکه اینجا لنگر منفیه. ولی من به تقعر نیاز نداشتم، یعنی اینجا من میتونستم بگم که این به سمت جلو که میره، که این به سمت جلو میره رو میدونستم. به سمت جلو که میره، اگه اینو من صاف بکشم، مثلا این ستونه اینجوری، در واقع این کشیده اینجوری باید بره بالا، میخواد عمود. این شکلی که نمیشه، در واقع اون تهش صاف داره، اینجوری تهش اینجوری که نمیتونه بالا بره، این تهش نیرو داره، نیرو 75 سانتی داره میاره پایین. اینو میاره پایین یعنی اینجوری اینو خم میکنه به سمت داخل. این در واقع اون خط صاف نیست، اینجوری خم میشه، یعنی اینجوری خم میشه، همین خمی که کشیدم. حالا اگه دوست داشتیدم از دیاگرام لنگر کمک بگیرید، یعنی جهت تقعرم کمک بگیرید. جور دیگه هم میتونم توضیح بدم فعلا. خب این میشه تغییر شکلش. تغییر شکلش که دارم، حالا میخوام تتا و دلتا رو به دست بیارم. بذارید من دونه دونه به دست بیارم. راحت ترینش که اول به دست بیارم، تتای نقطه، این نقاط اسمش اینجوری بود آ بی، این نقاط اسمش اینجا آه، اینجا بیه، اینجا اولین چیزی که به دست بیارم راحت تر از تتای بی. تتای ماست رو بکشیم، درست تر بکشم، ماست بعدی تقریبا به صورت ماست کشیدم. حالا دیگه اون انحنایی که کشیدم شاید خیلی هم دقیق نباشه، ماست بعدی. خب میام این دلتای آ نسبت به بی رو به دست میارم. دلتای آ نسبت به بی چی میشه؟ دلتای آ، دلتای آ نسبت به بی.
دلتای آ نسبت به بی رو تقسیم بر طول کنیم این زاویه تتای بی پیدا میشه که این زاویه تتای بی با این زاویه تتای بی برابره. یعنی قبلا این دوتا قائم و افقی بودن که الان به یک اندازه هر دوتاشون میچرخن. زاویه مابین تغییر نمیکنه، یعنی این دوتا اینجوری بودن عمود بودن، حالا هر دوتاشون با هم میچرخن. بنابراین زاویه چرخش هر دوتا با هم مساویه. خب پس تتا میشه چی؟ دلتای آ نسبت به بی تقسیم بر طول 4 متر. می‌نویسم دلتای آ نسبت به بی مساویه با چیزش کنیم دلتای آ نسبت به بی. باید لنگر سطح رو نسبت به آ بگیرم، میشه 1/2 ارتفاعش 3/ای آی ضرب در قاعدهش 4 متر طولش. این شد مساحت مثلث ضرب در بازوش 2/3 4 متر. 3 با 3 میره، 2 با 2 میره، 16/ای آی. خب دلتای آ نسبت به ب که پیدا شد یعنی تتای ب پیدا شده، چون تتای ب همین دلتا تقسیم بر 4 متر. می‌نویسم 16/4 میشه 4 ای آی. 16/ای آی تقسیم بر 4 مساویه با 4/ای آی. خب تتای ب رو پیدا کردم دیگه. تتای س رو هم خواسته، سی رو هم خواسته. تتای سی چی میشه؟ تتای سی خب کاری نداره، شما تتای بی نسبت به سی رو حساب کن. این طرف پایین تیره از B به سمت C حرکت کنید. این در واقع حرکت B نسبت به چرخونیمش این B، این پایتار پایینه، B این بره، C این بره. تتای C نسبت به B مساویه با تتای C منهای تتای B مساویه با، میشه مساویه با چی؟ تتای C نسبت به B مساویه مساحت زیر نمودار. مساحتش میشه 1/2 ارتفاع ضرب در قاعدهش 3 متر ارتفاع میشه 4.5/ای آی. علامتش هم منفیه، خاطر اینکه راستی شما لازم هم نیست به علامت دقت کنید. من با علامت رفتم جلو، یعنی الان به من بگید که اینجا تتای بی چیه، علامتش چیه، میگم که اینجا نگاه کن تتای بی علامتش منفیه، چون پاد ساعت چون ساعت گرد، یعنی خلاف مثبت مثلث. بنابراین اینجا اگه بخوام تتای سی رو به دست بیارم می‌نویسم تتای سی منهای تتای بی که خودش منفی است مساوی با مساحت هم دوباره خودش منفیه، منفی 4.5/ای آی. و از اینجا تتای سی در میاد چی؟ این میشه مثبت میره اونور میشه منفی 4 با 4.5 میشه منفی 8. تتای سی میشه منفی 8.5/ای آی. اینجا نگاه کنید منفیه، آره دیگه خلاف مثبت مثلثاتی. ولی اصلا لازم نیست این کار بکنید، چون خیلی از مسائل لازم نیست از قرارداد استفاده کنید. 80% 90% لازم نیست. چرا؟ چون که ببینید خب معلومه دیگه اینجا تتای سی زاویه دورانش از تتای بی بیشتره. یعنی این اگه صاف میخواست بره بالا، یعنی اگه یه جسم صلب بود صاف میخواست بچرخه جلوتر میرفت. بکشم اگه میخواست صاف بچرخه، یعنی مثل صلب بچرخه، یا به عبارتی مماس سی رو بکشم، تتای سی رو.
موماس سی رو اینجوری میکشم. موماس اینجا خیلی بد شد. تقریبا موماس دیگه. ببین موماس سی رو ببینید سی زاویهش بیشتر از بیه. همین کافیه دیگه. سی از بی بیشتره. اگه بیشتر باشه دیگه شما اصلا نمیخواد به علامت رو دقت کنید. تتای بی رو دارید که 4 باش برای ای آیه. تتای سی باید بیشتر باشه. به اندازه مساحت بیشتر میکنه. مساحت از 4.5 برای ای آی 4 با 4.5 جمع میکنیم میشه 8.5 برای ای آی. تو شکل داری تتا جهتش هم میبینی دیگه. جهتش هم که معلومه الان منفی. پس بنابراین حتما هم لازم نیست که به قرارداد دقت کنیم در خیلی از جاها. خب تتای سی هم پیدا کردم. فقط مونده چی؟ مونده دلتای آ. دلتای آ یعنی مقدار جلو رفتن اینجا، یعنی این چقدر میره جلو. این دلتای آ همون دلتای همون قدری که اینجا میره جلو، فرقی با هم نمیکنه. چون تغییر شکل محوری نداره، یعنی خودش فشرده یا کشیده نمیشه. منظور اینه که قابل صرف نظره. بالاخره این یک طول داره یه فشاری وارد میکنه ولی قابل صرف نظره. چون خود فشرده یا کشیده نمیشه. اگه اینجا 5 سانتی بیاد جلو، اینجا قاعدتا همون 5 سانتی اومده جلو. خب این دلتا رو میخوایم پیدا کنیم. این دلتا میشه چی؟ میشه ال تتای سی. ال تتای سی میشه از اینجا تا سر این موماس منهای دلتای بی نسبت به سی. انقدر باید دوباره چیکار کنیم؟ کم کنیم. کشیدنش بهتره یا نکشیدنش؟ انقدر نمیخوام شلوغش کنم. در واقع این ال تتای سیه، این چیه؟ دلتای بی نسبت به سیه. کم بشه میمونه چی؟ همون دلتای جلو رفتن این یا دلتای آ. پس با این حساب دلتای آ رو میشه نوشت دلتای آ مساویه با ال تتای سی. ال 3 متره، 3 تا تتای سی. اجازه میدید که من دیگه به علامت رو دقت نکنم. میتونم با قرارداد بنویسم ولی لازم نیست. 3 ضرب در 8.5 بخش بر ای آی 3 تا تتا. این شد این مقداری که داره. خب حالا منهای دلتای بی نسبت به سیه. منهای دلتای بی نسبت به سی یعنی من باید لنگر سطح رو نسبت به بی بگیرم. لنگر این سطح رو نسبت به بی بگیرم. میشه 1/2 بخش بر ای آی ضرب در 3 شد مساحتش. ضرب در اینجا 3 متر 1/3 از پایه میشه 1 متر. 1/3 از اینجا یعنی بازش میشه 1. پس میشه منهای 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده 3 متر ضرب در بازو 1 متر میشه مساویه با این میشه 9/2. این میشه 24 25 و نیم منهای 9 16 و نیم. 16 و نیم بخش بر نگاه کنم. چی شد؟ 3 تا 24 تا 25 و نیم منهای 4.9 4.25 منهای 4.5 21 بخش بر جواب نگاه کنم. جوابش 21 بخش بر این هم میشه دلتای آ. اینجا یه خط بکشیم دلتای آ رو هم. خب
مثلا اگر من این لنگرم 3 تن متره، مثلا 3 تن متر فکر کنم براش ای آی مثلا 400 اینا، حالا برای اینکه بتونه لنگر رو تحمل کنه کافی باشه. میتونیم تو اشتغال نگاه کنیم مثلا 400 300 اینو باید باشه. اگه مثلا بگیریمش 400 اینو کنیم، این 21 400 400 تن متر مربع، 21 400 میشه چقدر؟ 5 500 متر 500 تتا میشه 8.5 400 8 میشه 2 صدم، دوران میشه 2 صدم تقریبا. اینجا دوران میشه 1 صدم 2 صدم، دوران اینا میتونید بودن. حالا معمولا ایایی که گفتم دست پایینه، اگه کنترل دیریفت تو طراحی داریم اون موضوع بس اینجا نیستش، بیشتر از اینا در میاد. خب اینم شد دلتای آ، تونستیم همه رو به دست بیاریم. این پایین یه جا گذاشتم که بر اساس همون تغییر شکلای فنرهای سری توضیح بدم. یعنی بیام بگم که این سازه رو میتونیم بگیم تغییر شکلش مساویه با یه بار بیایم تیر رو سولف کنیم، یه بار بیایم ستون رو سولف کنیم. اصلا خود مسئله ای که ستونش سولف باشم جزو سوالاییه که با تیپ لنگرسر خوب حل میشه. یه بار ستون رو سولف کنیم، یه بار دیگه هم تیر رو سولف کنیم. تغییر مکانها رو به دست بیاریم با هم. اینم خب این بخواد تغییر شکل بده چه شکلیه؟ میخواد تغییر شکل بده، خب این دوران صلح میکنه، دوران صلح من ازش کی دیگه بکشم. این دوران صلح کنه چون زاویه بین تیر و ستون باید 90 درجه باقی بمونه. حالا این به همون اندازه هم باید بیاد جلو. مثلا اینجا هرچی رفته جلو این زاویه باید که 90 بمونه، این چون دوران کرده این سر تیر هم همراهش میچرخه. این دوران بیشتر بکشیم، بیشتر دیده بشه. خب سر میتونم میچرخه. اینجا که ستون تیر صلبه، خب تیر که صلبه نمیذاره که این فقط الان جلو میاد، درسته؟ وقتی جلو میاد صلبه، عملا خود تیر نمیتونه دچار خمش بشه، صاف میاد جلو، خمش نمیشه. اینو صاف به همون اندازه میارمش جلو. خب این صاف میاد جلو. ستون چه شکلی میشه؟ ستون اینجا که رو صفره، اینجا باید عمود باقی بمونه دیگه، زاویه بین تیر و ستون باید همیشه عمود باقی بمونه. بنابراین عمود باقی بمونه اینجا با شیب صفر میاد میرسه به، یعنی این اول شیب رو صفر کشیدم، یعنی شیبش قائمه به زاویه ت. خب حالا بیاین دونه دونه حساب کنیم. مثلا فرض کنید دلتای آ رو میخوایم بگردن، اینجا جلو چشمه دلتای آ، این دلتا رو. این دلتای آ میشه دلتایی که ناشی از خمش تیره به اضافه دلتایی که ناشی از خمش ستونه. تغییر مکان افقیش داشتم میگفتم تغییر مکان افقیش، تغییر مکان افقی این به اضافه این تغییر مکان افقی اینو که راحت میتونیم به دست بیاریم، چون همین تازه گفتیم مماس بر اینو رسم کردیم، مماس بر اینو رسم کردیم و تتا رو به دست آوردیم. تتا شده بود چقدر؟ تتا مساویه با تتای بی در واقع. تتای بی شده بود 16 4 بخش بر ای آی.
این زاویه رو که 4 ای آی راحت به دست آوردیم. این زاویه اگه 4 ای آی باشه تتا، اینم که بر این عموده، پس این تتاه، پس اینم تتاه. پس با این حساب چون این زاویه تتا مقدار جلو اومدنش میشه چی؟ میشه 3 متر ضرب در تتا. پس دلتای حالا افقی آ مساوی میشه با 3 متر ضرب در تتای بی، میشه 12 بخش بر ای آی. اینو از سازه 1 گفتم، سازه 1، سازه 2 و بعد جمعش میزنیم 1 سازه 2. یه چیز دیگه هم مسئله خواسته بود، فکر کنم تتای نقطه C رو هم خواسته بود. تتای نقطه C از 4 بخش بر ای آی که مساویه دیگه، تتای اینجا با تتای اینجا مساویه. خب تو 1 من همه رو به دست آوردم، تتای بی و دلتا و تتای سی رو. میرم تو دو میتونم اینجوری هم در نظر بگم این 1 تون باشه، این 1 تونه. خب این الان انگار که یه ستون گیرداره، چون پایش تیره صلبه شبیه گیردار عمل میکنه، این 1 داره اینجا وارد میشه. بنابراین زاویه تتا میشه پی ال 2 بخش بر 2 ای آی، مقدار دلتای جانبی، یعنی اونقدر که این میاد جلو، میشه پی ال 3 بخش بر 3 ای آی. پس دلتای آ، میدونید این دلتای آ چون اینجا این همین مساویه چیه؟ مساویه با این، میشه پی ال 3 بخش بر 3 ای آی، 1 ضرب در ال 3 بخش بر 3 ای آی، 1 ضرب در 3 به نمای 2 بخش بر 3 ای آی میشه 3 بخش بر ای آی. امیدوارم اشتباه نکنم چون یکم عجله دارم. تتای بی مساوی 0، اینجا که صلبه، نه دیگه صلبه تتا نداره، 0. تتای سی یعنی اینجا این نقطه گفتم ام ال 2 بخش بر پی ال 2 بخش بر 2 ای آی، 1 ضرب در ال 2 بخش بر 2 ای آی که میشه 9 دوم میشه 4 و نیم. عدد که آشناه ظاهرا درست نوشتم، این میشه 1 به اضافه 2 تغییر مکان کل سازه. تتای بی 4 بخش بر ای آی، دلتای آ 12 و 3 15. متاسفانه این اشتباه، باید این نگاه بندازم. تتای سی دلتای آ اینجا 21، این 4 و نیم به اضافه 4 8 و نیم، تتای سی هم درست 8 و نیم بخش بر ای آی. خب تتای سی شد 8 و نیم که اینه، تتای بی شد 4 بخش بر ای آی که درسته. دلتای آ رو من چی اشتباه کردم؟ 12 به اضافه 3 میشه 15. جواب چنده؟ جواب 21. یه لحظه نگاه کنم. دلتای آ اینجا که ال ضرب در تتا میشه، ال 3 متر ضرب در 4 میشه 12 که درسته. اینم که ال 3 بخش بر 3 ای آی، 1 ضرب در 3 به نمای 3 بخش بر پی ال 3 بخش بر 3 ای آی گفتم و ال 2 نوشتم. پی ال 3 بخش بر 3 ای آی که پس این با این بره یه 9 باقی میمونه. 9 خب 12 با 9 میشه 21 بخش بر ای آی که اینم همون جواب قبلی. خب آرزوی توفیق دارم و خداحافظ.